أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. سوره حج گمان میکنم در خو خوانده بودیم، دوستان تقاضا کردن که پس دوباره این خوانده شود. جزئیات اولش خو انشالله گفته بودیم که این سوره 103ام سوره است که قبل سوره منافقون و بعد سوره نور نازل شده. 24 آیات از این تقریبا در مکه نازل شده، باقی در مدینه. این سوره چرا به نام سوره حج یاد میشه؟ احکام حج یا مسائلی که تعلق به حج داره در اینجا ذکر میشه و او مسائل مهم است، از او خاطر به نام حج یاد میشه. ارتباط این سورت قطع ما قبل در سوره ما قبل الله متعال عاجزی انبیاء علیهم السلام ذکر کرده بود. در اینجا رد میکنه بالای او کسایی که نعوذ بالله تقدیم میکنه غیر الله را بالای الله، یا در اونجا الله متعال در آخر نزدیک بودن قیامت ذکر کرده بود، در اینجا زلزله یا علامش ذکر میکنه. سوره حج اول در ابتدای از مسائلی که تعلق به میعاد داره الله متعال ذکر میکنه، چرا که یک تعداد مردم از زنده شدن بعد از مرگ انکار میکردن و فکر میکردن که ما همینطور یک گیاواره پیدا میشیم پس فنا میشیم، که با تاسف امین فکر یا امین نظریه غلط و نادرست در بعضی اوساط مردمی که در زمان کمونیستا بود هم خیلی شایع شده بود. لیکن الله متعال با دلایل عقلی و نقلی و وحیی ثابت میکنه که الله متعال پس زنده کننده است. از او خاطر در اول هشدار میده با نزدیک شدن علامات قیامت که او زلزله قیامت است. زلزله قیامت اوطور حالت هیبتناک و وحشتناک است که همه چیزایی که مورد اهتمام است ترک کرده میشه. از او خاطر آمادگی انسان برای امچو روز خیلی امر ضروری است. با چی چیز آمادگی بگیریم؟ خود قرآن کریم برای ما در اول امر میکنه الله متعال که اتقوا ربکم، از پروردگارتان بترسه، یعنی اطاعت و فرمانبرداری الله را به وجه درستش بکنه، از آن چیزی که الله شما را منع کرده خودداری کنه، یعنی آمادگی برای قیامت است. از این معلوم میشه تو حالت آمدنی است، هر انسان باید آمادگی داشته باشه. از او خاطر جزئیاتی موضوع را توسط دلایل عقلی و نقلی و وحی مکمل ثابت میکنه. اول دو قسم دلایل ذکر میکنه، یکی دلایلی که در وجود خود انسان است و یکی در دلایلی که در بیرون انسان است و با چشم سر مشاهده میکنه. یقینا هم بعد از تأمل در این دو قسم دلایل انسان خود به خود اعتراف به زنده شدن بعد از مرگ میکنه و این است که همیشه انسان قیاس میکنه قدرت و قوت الله متعال سری خود چون توانمندی نداره برای ایجاد یک شی، فکر میکنه نعوذ بالله که الله متور است. الله سری موضوع رد میکنه. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم بترسی از پروردگارتان. ترس از پروردگار تقاضای زیر میکنه که تمام مامورات الله متعال پابندی شوه، امتثال شوه، عملی شوه و از آن چیزی که الله متعال منع کرده خودداری شوه. این را به نام تقوا یاد میکنه. تقوا اونمو قوت و انگیزه در وجود انسان است که انسان باعث میگردانه برای انجام مامورات الله و منع میسازه از چیزایی که الله منع کرده. او را تقوا میگه. تقوا قوتی است که در وجود انسان توسط اسباب پیدا میشه. اسباب وجود تقوا بزرگترین اسبابش معرفت الله متعال است. زمانی که علم یقینی بالای صفات الله متعال برای تو پیدا شوه، خشیت در قلب تو پیدا میشه، این تو را وادار میسازه که گاهی هم قدم تا کج نگذاری. این زلزله الساعه شیء عظیم، یقینا زلزله قیامت که قبل از قیامت یا بعد از حشر و نشر میه یک چیزی خیلی بزرگ است، یعنی آمدن از او حتمی است و خیلی بزرگ است، یعنی امر هیبتناک و وحشتناک است. علما در این اختلاف داره که آیا مراد از این زلزله یا عظمی جنبانیدن و لرزش و هیبت که میآید در کدام وقت است؟ یک تعداد مفسرین قائل به است که مراد قبل از وقوع قیامت است، که چرا دلیل میگیره که در اونجا مسئله حمل که زن حامله حمل وضع میکنه و مرضعه از طفل خود چی میشه؟ غافل میشه، یعنی از دست هیبت و ترس نمیتونه طفل خود شیر بده. این دلیل بالای عزیزه که در دنیا است. لیکن یک تعداد مفسرین قائل به است که مراد از قبل از
حشر و نشر است، زمانی که الله متعال کلی بندگان خدا از زمین برمیخیزاند، در میدان جمع میکنه برای محاسبه. دمی وقت یک حرکتی است که به وجود میاد. البته مفسرین اردو جانب هر کدام ترجیح داده، کسی اول کسی دومه. امام تبری رحمه الله دوم ترجیح داده، لیکن بعضی اشکالات درش موجود است. از امو خاطر اگر حمل شود سری اردویش کدام مضایقه نیست، امکان داره اردو حالت الله متعال اشاره بکنه. تنها در موضوع حشر و نشر چه قسم زن حامله حمله وضع بکنه اونجا حمل نیست، یا مرضعه از اطفال خود چه قسم غافل میشه از شیر دادن، این اشکال حل به خاطر میشه که انسان در کدام حالتی که دفن شده به مو حالت بر بخیزه. اگر زن در حالت حامله بودن و مراد از که اطفال خود از شیرش غافل میشه، کنایه از شدت است. یعنی مثلی که اگر اینمی قسم امر محتم بشان می بود، انسان از پیشش غافل میشد، چرا که هیبت و وحشت او روز خیلی زیاد است. از او خاطر الله متعال نشانه های از او را بیان میکنه تا که امو بزرگی هیبت و وحشتش در قلب انسان جاگزین شود و بدانه که تو روز آمده نیست. پس مناسب است که تیاری و آمادگی برش گرفته شود. او تیاری توسط تقوا بود که الله در اول امر کرد. یوم ترونها، در روزی که شما میبینی امی زلزله را، یعنی این حالت خیلی حالت هیبتناک است، خیلی حالت وحشتناک است. تذهل کل مرضعه، غافل میشه کل مرضعه از هیبت و ترس امی زلزله. کل مرضعه، هر زنی که شیر دهنده است برای اطفال خود، عما از او طفلی که ارضعت شیر میده برش. زن برای طفل شیرخوری خود بسیار مهربان است، مشفق است. از او خاطر ده هیچ وجه طفل خود نمیگذاره که شیرش نده، تلاش میکنه که شیرش در وقت واده، خصوصا که وقت تقاضای از اوست که توسط گریان شروع میشه، مادر تلاش میکنه که او را شیر بده و بسیار در این مورد اهتمام زیاد داره. آنقدر که اهتمام زیاد برای شیر دادن طفل داره، مادر در هیچ امر نداره. اینجا کنایه از است که هیبت و وحشت او روز طوری است که انسان از امر مهم و خیلی که پیش تو اهمیت داره تو را غافل می سازه، تو را مشغول و مصروف به او می سازه. هیبت و وحشت تو را مصروف می سازه. دی اگرچه یک طرف کنایه از امو شدت امو حالات ناگواری که قبل از قیامت یا قبل از حشر و نشر است، او را الله متعال بیان میکنه. خو اشاره به اهمیت شیر دادن مادر به سوی طفل شام است، چرا که مادر باید اهتمام زیادی برای دادن طفل خود برای شیر باشه. الله متعال غذایی را که برای طفل در وجود مادر گذاشته، او را طوری الله متعال ساخته که مناسب حال طفل است. هر قدر طفل قوت پیدا میکنه، شیر مادرم همو قدر انرژی و قوتش بالاتر میشه. طفلی که نو تولد میشه توانمندی و برداشت از این را نداره که شیر خیلی قوی را تحمل کرده بتانه، زمو خاطر مناسب حالش نمی باشه. الله متعال برای اطفال طور غذا را تهیه میکنه که هر قدر طفل نمو میکنه همو قدر تغییرات در شیر مادر هم پیدا میشه. از همو خاطر است که آل دنیای امروز توسط تحقیقات جدید خودی را ثابت کرده که بله شیر مادر بسیار مهم است برای کی طفلش، بجای از این که برای از این شیرای چیست خوش داده شود از مالا را، مثل که آل عام رواج شده در بین مردم. زنا به خاطر از اینکه یک کمی تکلیف نبینن دستی اولاد خود به شیر بازاری آموخته میکنه و آلی خود از مجبور هم است. چرا زنایی که در دفترها میره او مجبور است که طفل خود به شیرای بازار آموخته کنه، چرا خودشان خود ساعتا 8 ساعت در دوائر دولتی تیر میکنه. خوش است که من وظیفه اجرا میکنم، اما بیخبر از این که حق بزرگ اولاد خود ضایع کرده، اولاد نه عطوفت و مهربانی را برش ارضا کرد، سرش می نوشید، نه آن چیزی که به وجود امی طفل مناسب بود امور تکمیل کرد. از او خاطر یکی از حقوقی که پدر و مادر بسیار بی‌توجهی میکنه امیسته که مادر حق اولاد خود تکمیل کرده نمیتونه. خب افسوس است که اسلام با اینمی قدر مزایایی که برای هر حکم خود بیان میکنه ما از پیشش بسیار غافل هستیم و ما نادیده میگیریم. دنیای کفر در صدد است که هر حکم اسلام وزن کنه، او را دمو کارخانه ارزیابی خود بندازه که چی مزایا و افتخاراتی داره. مثلا روزه یک حکم الهی است، لیکن الله متعال سر ما روزه را فرض کرده. دنیای کفر حالی در تلاش است که روزه مسلمانان چی فواید یا اسرار داره. الحمدلله یک حکم اسلام تا آلی را یا نتانستن
که نعوذ بالله مصادم با عقل سلیم انسانی پیدا بکنن، یا با فطرت و وجدان در تصادم باشه، یا با پیشرفت و ترقی در تصادم باشه. این را پیدا کرده نتونستن، بلکه اسرار و رازهای خیلی مهمه در تمام احکام اسلامی یافتن الحمدلله. از همون خاطر آل اصرار دارن که مادر بعد هر چی میشه به طفل خود شیر بده. همین دنیای کفرم به این اعتراف میکنه. و تضع کل ذات حمل و مندازه کل ذات حمل، هر زنی که صاحب حمل است قبل از تکمیل مدتش حملها، اما حمل خدا چی میکنه؟ مندازه، سقط میکنه. چرا؟ روز هیبتناک است، وحشتناک است، حمل ضایع میشه. از این واضح میشه بسا اوقات سبب سقط جنین که قبل از تکمیل به وجود آمدنش در دنیا است یک کم ترس و رعب است. و این نمو موضوع است که امروز ملت افغانستان ما توسط اینمی دهشتگرای جهانی، امی که خدا حامین حقوق بشر میگه، لیکن در حقیقت اصل وحشتگرا و دهشتگرا امی استعمار جهانی است. به هزاران سیاسر ما و شما از دست بمباردمان و گپا مکمل دمی حالت رسیده. شما در این روزا مشاهده غزه داره که اسرائیل با یک منطقه کوچک خود، با یک نفوس خیلی کم خود، در برابر مسلمانان چی مظالم یا چی نعوذ بالله کارای وحشتناک را انجام میده. اما دنیای اسلام چون اینمی قسم تقسیم کرده، دنیای کفر، فلسطین و عربستان جدا کرده، عراق و پاکستان جدا کرده، افغانستان هر کدام جدا کرده، یکی در درد ملت دیگری نمیخوره. و اینمی سر تمام ممالک اسلامی حکومت‌های طاغوت حاکم است. این حکومت‌هایی که به دین اسلام نخواد باور داشته باشه. اگر باور داشته باشه، به الله قسم که شما حالت فلسطین امروز ببینه، شاید در تلویزیون‌ها، خب با تأسف که وسایل اعلام او موضوع را قطعا نشر نمیکنه. من دین روز در اینترنت نوشتم همینطور است که ببینید، مشاهده کنه آن چیزی را که نخواد تلویزیون‌ها یا شبکه‌ها ای را نشر بکنه. ولی حالت بمباردمان از اوره که اطفال افتاده و مردم میدون میگیرن، اطفال خورده که نصف بدنش سوخته، نصف بدن دیگه طرف افتاده، زنا به کدام حالت است. باور به الله بکنی که از امیالی حرکت میکنی که من دیگه تفنگ میگیرم و میرم در فلسطین میرم. اما امی امت اسلامی عابد حرمین که کلشان فقط آمین آمین گفته رایستن، هیچ امی قدر غیرت نمیکنه که قبله اول مسلمانان را مورد تهاجم دنیای اسرائیل یهود که بدترین قوم است، خود امی دنیای استعمار هم امی یهود نمیخواه، لیکن یک چونی بزرگ برای سرکوبی مسلمانان امریکا و دنیای غرب برای خود جور کرده، حمایتش میکنه و انواع مظالم سر مسلمانان نعوذ بالله کرده رایستن. منظور است که بس اوقات اینطور میشه که حمل ضایع میشه توسط ترس و وحشت. زنا بمباردمان دیدن، حالات ناگهانی، بیگاش امی خبیثای امی مرتدین، امی کفار که میرن در دروازه مردم در عین شب دروازه را قتلغت میزنه، سیاسر قتل طفل خود خواب است او طرف میندازه. این کدام حقوق بشر است که بازم تأسف است به الله قسم که مردم امروزم امی استعمار و باطل پرستا را نشناختن، امی دنیای کفره و بازم در دامن از او خود سقوط میدن. از یا کده بیوجدان طایفه دیگه کس نمی باشه که بازم نوکری و چاکری امی استعمار غرب و دهشتگرا و وحشتگرا را بکنه و نشناسن که یا یقینا اولین دشمن مسلمان است. هر جایی که مسلمان سرکوب میشه حقوق بشر نیست، هیچ گپی نیست. در مناطق مذکوری زده میشه، بمبارد میشه توسط طیاره ها قصدن. اسرائیل زده شده توسط بعضی موشکا. امو هم یقین به الله بکنه مجاهدین واقعی نخواد باشه که همین کارا به دسته امو مردم تحریک میکنه که بیا کشتار و قتل و گپارا بکنه تا که موشک همین دازی خبرو. همین عملیات استشهادی برای تو جایز است برو دمونجا نی همونجا عملیات استشهادی تا انجام بده، دیگر راه نداری، دیگر چاره نداری که در مقابل اسرائیل تو بزنی. خوب کارا بکو بجای از اینکه یک موشک همونطور از دروغ اعلام میکنی و میا باز دنیا مسلمانای دیگر را شهید میکنه. آفرین و مردم اونجا بم انداخته میشه، مخلوق میده و طرفی بم باز بم انداخته میشه سرش، لیکن هیچ حراس نداره. آفرین. ما ایران ماندم که از یک طرف غیرتی از و چقدر باز طرف دیگه چرا اسرائیل سر از یا کامیاب است و چرا در یک روز اسرائیل از نقشهش از دنیا ورداشته نمیتونه. خب این موضوعاتی است که الله رحم بکنه. منظور میسته که دهشتگریا
اینمی حامین حقوق بشر است که امروز به هزارها زن افغانستان حمل خود وضع کرده قبل از پوره شدن تاریخشان از دست چی؟ ترس و وحشت و بمبارد و ایگپا. چرا که وحشت سبب سقط جنین میشه. و تر الناس سکارا، تو میبینی ای مخاطب سکارا مردم که مست هستند، بیهوش هستند، از حال خود ناآگاه، سراسیمه. و ما هم به سکارا، یا حقیقتا سرش مستی نامده، به خاطر که در اونجا استعمال چیزای نشاور نیسته، لیکن حالت آنقدر هیبتناک شده تو بگویی که یک انسان بالکل نشه کرده ایش از حال خود خبر نداره. الله از خاطر میگه ولکن عذاب الله شدید، لیکن عذاب الله سخت است. عذاب الله سخت است. عذاب که ببینی انسان هوش و حواس خود از دست میده، ناچار میشه. و من الناس من یجادل فی الله، الله علی بیان میکنه که بله در مورد قیامت، در مورد همینطور زلزله و علامات قیامت مردم دو طایفه است. یک طایفه مردم است که یقینا باور داره، یقین داره که همچون روز آمده نیست، از او خاطر آمادگی میگیرن برش. لیکن یک طایفه مردم نعوذ بالله راه انکار ده پیش گرفته، در این طور چیزایی که اگر یا یک کمی تأمل بکنه میدانه که حقیقت چی رقم است، اما بازم مجادله و گفتگو و بحث و مناظره میکنه که نه این کی کشیده، کی از قبر پس زنده میشه. و من الناس، بعضی از مردم من کسی است یجادلو فی الله که گفتگو بحث ناحق میکنه در مورد الله متعال، در مورد ذات الله، صفات الله، افعال الله، بغیر علم، بدون کدام سند. مجادله اشاره است به دو قسم است، یکی مجادله حق است و یکی مجادله باطل است. مجادله یا بحث و گفتگویی که به طریق استدلال باشه، یعنی دلیل گفتن باشه، این حق است. هر کس سند پیش بکنه بالکل مجادله و بحث بالکل حق است. اما زمانی که سند و دلیل نداشته باشه این مجادله باطل است. تعجب است که در مورد ذات الله بحث میکنن، صفات الله بحث میکنن و انسان بیچاره تو از وجود خود آگاهی نداری، چقدر پرزجات الله در وجودت نهاده، اعضای را نهاده، وظایفش مشخص کرده نمیتونی که اینی عضو چند وظیفه را در سر میرسانه. تالی تحقیقات شروع است، تالی را وجود انسان با وصفی که خیلی دنیا پیشرفت کرده از نگاه امی تکنولوژی جدیدش، اما نتوانستن که کل اعضای انسان وظایفش مشخص کرده بتانه. وقتی که یا مثلا یک وظیفه را در یک چیزی که یا بجای یک عضو دیگه انتخاب میکنه او را در قالب میندازه، میبینه که باز مختل است وجود انسان، به خاطر که علم نداره که نمی یک مثلا قلب تنها پم کردن خون در کلی بدن نیست، شده میتونه قلب امور خیلی زیاد دیگره. اگر یک ماشین کسی دیگر بگذاره که تنها خون پم کنه، اما قلب قرآن کریم میگه محل چیست؟ بگه عقل است. تمام دریافت ها توسط قلب میشه و ایون مو امری است که دنیای کفر ایره قطعا کرده نمیتونه، در سر رسانده نمیتونه. وگرنه این دنیا توسط این آلات جدید خود انسانی پلاستیکی میساخت که مکمل چیست. کامپیوتر هم حیثیت انسان داره لیکن خودکار نیست، لیکن او این حرکت هایی که الله برای انسان داده این برش حاصل نیست. از او خاطر الله متعال میگه عجیب است انسانی که علم به وجود خود نداره چه قسم در مورد الله مجادله و بحث میکنه، در مورد ذات الله چی رقم است، صفات الله چی رقم است، افعال الله بحث و گفتگو داره. این بسیار سخت است. پس از اینجا قرآن کریم بیان میکنه که مجادله بدون سند و دلیل تابعداری شیطان است، تحریک شیطان است. شیطان میخواه بینمی وسوسه ها، بینمی مفکوره ها تو از جاده حق برگردانه. امروز همینطور مردم ها را خیلی زیاد ما و شما میبینیم. سوال میکنه تقدیر چطور است، سوال میکنه عذاب قبر چطور است، سوال میکنه حشر و نشر چی رقم است. چرا؟ وساوس شیطانی است در قلبایشان میآید، امی تابعداری شیطان میکنه. نعوذ بالله چی میگه؟ برای ما به عقل ثابت کو، به عقل ثابت کو، به عقل ثابت کو. هر چیز که به عقل ثابت شوه، همه چیز برای تو مشاهده شوه، باز ایمان بالغیب چی اعتبار؟ باز ایمان چی اعتبار؟ اما چیز که معقول شوه و کل فوایدش برای تو مشخص باشه. حالی امتیاز یک آدمی که تابعدار است از غیر تابعدار نمیشه، کلگی امر معقول است. ما میگیم اینمی گروپ روشنی میره او روشنی را کلگی با چشم سر میبینه، دیگه در اینجا فرق بین مردمش نمیشه، کلگی قائل است که روشن است.
اختبار نمیه، امتحان نمیه، حالی فرق نمیشه کی در جهنم بره کی در دوزخ بره. الله متعالی طور نکرده که هم به امور بری تو همین طور پیش رویت مشاهده بکنی بعد از تو بپذیری. یک تعداد مردم امی سوالا را زیاد میکنن. مولوی صاحب ما خو مسلمان هستیم خیر است، لیکن یک کافر چی رقم قناعت بدیم؟ هیچ قناعت نمیدیم. الله متعالی دلایل بیرون گذاشته قناعت است. درخت خودش دلیل است، وجود خودش دلیل است، آفتاب دلیل است، نظم و نظام دنیا دلیل است. بس همین قدر کفایت میکنه. ضرورت به این نیست که تو در تمام جزئیات از عقل برش استدلال کرده بری. این گپ نادرست است و ما مکلف به این نیستیم که با امر هر انسان سالا و ساعتها بشی برش چی بگو؟ دلیل بگو. دلیل به یک چی ثابت شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد به امت چالش داد که من پیغمبر الله هستم. همون الله که نظام دنیا در اختیارش است.